وطندارای گلم شما میبینین ما دیگه دمی عین نقطه ای که پل ساخته میشه همینجا هستیم. این یک اسکواتور دیگه کار کرده است و یک دانه موتر لاری هم این اینجا پر شد دیگه اینا حرکت میکنن. این نام خدا. این جای پل است. این بلندی رو میبینین دوستا. این ما براتون نشان میتونم. این بلندی که سرک است. سرک عبور مرور بین اندخوی شبرغان. این موتر دیگه پر شده رفت. این حال موتر خالی میایه به جایش. وطندارا شما میبینین اینمی دیگه چقوری پل فعلا است. تقریبا چند متر باشه؟ تقریبا دیگه اون 15 متر شاید باشه. از بالای سرک تا می جایی که کندن شاید 15 متر امیال باشه. بعد از این میگن شاید 5 متر چقوری بکنن، به خاطر که این دیگه پل باید یک کمی پایینتر قرار بگیره. پل دیگه پایینتر قرار بگیره تا از طرف دیگه او بیایه. یعنی تقریبا 15 متر 20 متر شاید باشه می چقوری پل و سرک روی سرک. یعنی شما میبینین دوستا، شما میبینین اینا میبینین جای پل دیگه به کلی قریب کندنکاری خلاص شده. این نام خدا دیگه کنده است. اینی سرک است. میبینین اینی سرک است دوستا. اینی جایی که دبین است اینی سرک است. این سرک دیگه جای پل اینا کنده رایستن. اونو طرف هم سرک است و امیال رای بدیلی که موترای اندخوی و فاریاب میره این از این طرف است. این اینجا یک سرک جغل است. اینی سرک جغل است. شما میبینین اونجا دو موتر دیگه ایستاده است، به خاطر که اونام دیگه به نظرم که موترایش خراب شده. دو موتری که زغال سنگ میبره. و نام خدا ببینین کار کانال قوشتیپه بسیار به سرعت جریان داره. این کار پلم دیگه شروع کردن. کار پلم انشالله کانکریت ریزی پل شروع میکنن. اونجا میبینین کارمندا کار کرده است. انشالله از نزدیک کتشان مصاحبه میگیریم. یعنی موترها رو میبینین دیگه از طرف اندخوی طرف شبرغان رفته است.
یعنی دوستان اینجا هم رسیدیم، اما متاسفانه کانال آخرین نقطه کانال رسیدن نتونستیم. این اینجا 239 کیلومتری 240 کیلومتری بوده. اینجا این موقعیت 240 کیلومتری کانال قوشتپه و تالی هم شرکت ها اون طرف ها کار کرده است. 1 کیلومتر اون طرف، 2 کیلومتر اون طرف کار کرده است. دیگه من خود معلومات گرفتم، میگن شرکت ها 3 کیلومتر، 2 کیلومتر، 2.5 کیلومتر مینا رو گرفتن و تا آخر کانال دیگه کندنکاری جریان داره. اگر دیگه خدا خواسته باشه انشالله یک روز دیگه ادامه ویدیو را براتون انشالله پخش میکنم. امروز دیگه هوا بسیار گرم شد. این میالیم ساعت 10:30 بجه است. هوا بسیار گرم است، تقریبا 42 درجه است. تقریبا 42 درجه است. اینه دیگه انشالله روز دیگه ادامه میتیم تا آخر کانال میریم. اینجا 240 کیلومتری است. 240 کیلومتری. اینا دیگه تابلو هم نداشتن. متام از مسئولین پرسان کردم 240 کیلومتری گفتن. این موقعیتی که دندخوی است. تا 285 کیلومتری دیگه هست دوستا. 285 کیلومتر اینمی کانال طول داره و تا 285 کیلومتری راست امیال 240 کیلومتری باشه دیگه. 45 کیلومتر دیگه مانده می طرفای دشت و بیابان است دیگه. اونو طرفای دیگه معلوم میشه شرکت ها متاسفانه امروز رفتن نمیتونیم دیگه، مجبور هستیم ویدیو رو اینجا ختم کنیم دیگه. چینل دیگه دوستا سابسکرایب کنین، ویدیو رو هم لایک کنین که ما از ما حمایت شود.